هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه غار ثور قسم دوم. عزیزان من، بیایید با هم قسم دوم عذاب‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را میشنویم. وقتی که ابو جهل بی ایمان به خانه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی رفت و در خانه او را زد، در این هنگام در خانه را دختر حضرت ابوبکر رضی الله تعالی که اسماء نام داشت در را گشود. ابو جهل گفت: ای دختر، پدر در کجاست؟ اسماء گفت: نمیدانم وی در کجاست. ابو جهل غضبناک شد و برای اسماء یک ضربه سخت زد که گوشوار گوشش شکسته بر زمین افتید. ابو جهل وقتی که ابوبکر رضی الله تعالی را در خانه‌اش نیافت، پس به نزد مردم قریش برگشت. مردم قریش همه به جستجوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی به سوی صحرا رفتند. مدت بسیاری آنها را کفتند اما نیافتند و حتی راه را هم گم کردند. خلاصه دشمنها نگاهشان به چشمشان به یک چوپان رسید. همه دویدند و نزد همان چوپان رفتند و گفتند: ای چوپان، آیا محمد و ابوبکر را در همین صحرا ندیدی؟ چوپان گفت: نه من چنین شخص را نمیدانم. ولی چوپان به دستش اشاره کرد و به آنها گفت: در آن طرف یک غار می باشد، روید و همان غار را جستجو کنید، شاید در داخل همان غار پنهان شده باشد. این دشمنها به نزد همان غار رفتند و با یکدیگر صحبت می‌کردند. صحبت این دشمنها را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر رضی الله تعالی میشنیدند. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی از ترس بسیار بدنش را عرق کرده بود و چون برگ بید می‌لرزید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حالت نماز خواندن بود. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی آهسته با آوازی پست و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: ای محمد، دشمنها در گرد غار جمع شدند. اگر سرهای خود را به زمین پست کنند، پس ما را در داخل غار میبینند، زیرا من پایهای دشمنها را دیدم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز خواندنش با باوری و ناترسانه به حضرت ابوبکر رضی الله تعالی گفت: لا تحزن ان الله معنا، یعنی غمگین مشو، خداوند همراه ماست. یکی از دشمنها یک نفرش آمد و سر خود را پس کرد. به داخل غار نگاه کرد اما چیزی را ندید، زیرا در بالای غار یک تارتنک یعنی عنکبوت تار بسیار تنیده بود و کبوترها نیز لانه کرده بودند و حتی شاخه‌های درختان هم در بالای دهان غار بودند. وقتی که این مرد سر خود را پس کرد و تارتنک و لانه های پرندگان را دید، پس به رفیقانش گفت: ای رفیقان، این غار به نهایت غار کهنه می باشد، زیرا در دهان غار تارتنک ها تار کشیدند و پرندگان لانه کردند و شاخهای درختان در بالای همین غار افتیدند. پس معلوم می شود که در این غار کسی در آمدن نمی تواند و حتی کسی هم نیست، زیرا این غار ویرانه می باشد. وقتی که دشمنها از زبان رفیقشان این سخنها را شنیدند، پس ناامید و غمگین شدند و از نزد غار رفتند. وقتی که دشمنها از نزد غار رفتند، پس حضرت ابوبکر رضی الله تعالی خرسند شد و باوریش به خداوند زیاد شد، زیرا این قدرت خدا بود که آنها را در داخل غار نگاه داشت. مردم قریش هرچند جستجو میکردند اما محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله تعالی را نیافتند. همه مردم قریش در بین مردم اعلان کردند و گفتند: هر کسی که مرده محمد را و یا زنده محمد را به نزد ما بیارد، پس برایش 100 شتر مکافات میدهیم. مردم قریش 3 شبانه روز کوشش کردند که او را بیابند و مکافات را بگیرند، یعنی 100 شتر را بگیرند، اما نتوانستند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی
3 شبانه روز در داخل غار ثور ماندند. پسر حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه باشد که عبدالله نام داشت، هر شب به آنها خبرهای نو را میرسانید. دوستان عزیز، آیا میدانید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همراه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه از داخل غار ثور چگونه برآمدند و چگونه به سوی شهر مدینه رفتند؟ پس قسم سوم این قصه را انتظار باشید. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.